برنج خونه رو دور نریز. با برنج خونه واسه پرنده ها به کمپلکس درست کن. برنج سرشار از ویتامین بیه، ویتامینی که باعث تسکین اعصاب پرنده، آرامش و شادابی در پرنده میشه. استرس پرنده رو میگیره و پرندت اگر آواز خون باشه آواز خونی میکنه، اگر توتی باشه شوق زیادی پیدا میکنه به حرف زدن. برنج تا با یک مقدار زردچوبه و آویشن مخلوط کن که چسبندگیش از بین بره. زردچوبه پر آنتی اکسیدانه، باعث میشه که سیستم ایمنی پرنده تقویت بشه و باکتری‌های مخرب از بین بره. آویشن هم ضد میکروبه، سیستم گوارش پرنده را به صورت عالی پاکسازی میکنه. برنج تا دور نریز، باهاش مکمل به کمپلکس درست کن واسه پرنده. هفته یه مرتبه هم بیشتر نمیخواد بدی. برای رشد جوهرم خیلی خوبه. پیجم رو دنبال کن، پر از نکته‌های کلیدیه که برای پرورش پرنده به کارت میخوره.